ما تقریبا 830 هزار تن گوشت قرمز در داخل کشور تولید میکنیم. مولوش 120 تا 140 هزار تن هم نیاز داریم که واردات داشته باشیم که این رو تقریبا کامل کنیم به 1 میلیون تن حدوداً برسونیم. ما در حال حاضر هولوش 180 میلیون تن وارد کشور کردیم، یعنی بیش از نیاز واردات کشور وارد کشور کردیم. پس وزیر جاد 180 هزار تن وارد کشور کردیم و این یعنی بیش از نیاز وارداتی کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی وارد شده. اما ما چرا گوشت در بازار نداریم؟ چرا کمبود داریم؟ چرا قیمت میره بالا؟ در بحث نظام توزیعمون دچار مشکلیم. یعنی دست مصرف کننده واقعی نمیرسه. نظام توزیع کجاست؟ در وزارت صنعت، معدن، تجارت که ادامه دهنده راه همون وزارت بازرگانی است. ببینید اون قسمتی که مربوط به ثبت سفارش و واردات درست پیش بینی شد و بیش از نیاز داخل پیش بینی شد توسط وزارت جهاد کشاورزی، درست هم انجام شد، آمار موجوده دیگه. ولی در بحث نظام توزیع دچار مشکلی. این چیه؟ هرچی ما پیدا میکنیم آقا کپون داریم مال بچه‌ها. اون همومه. اون یکی که مال خودتونه، اون یکی که مال خودمونه. یه لحظه به عرض من توجه کن. شما میگی ما فقط مباشریم، اونجا حواله میدن ما باید رد کنیم بریم. بله. پس چرا میفرمایید نتونستیم بفروشیم؟ نه حالا همین واسه شما الان اینو فروختی؟ نه یک اینجا هم که گوشت تنظیم بازار نگه داشتی که برای خودته. میشه بفهمید کدوم مال مردمه ما متوجه بشیم؟ یه در اونا بیرون هم میخوایم بریم بیرون. شما که میگفتی چیزی نیست که اینجا هم که گوشت منجمد برزیلی نگه داشتی که برای خودته. اینجا هم که گوشت تنظیم بازار نگه داشتی که برای خودته. میشه بفهمید کدوم مال مردمه ما متوجه بشیم؟ ما مباشر جهاد تقسیمیم. مثلا کوکو میدم 5 کیلو، کوکو میدم 6 کیلو، کوکو میدم. بله. چرا کوکولاش فرق داره؟ آقایی که تحویل میگیره این اموال به دستور مقام قضایی توقیف شده است. دخالت در مجازات دخالت در اموال توقیفی حبس به نامبرده تفهیم اظهار داشت فهمیدم. اونا رو هم برمی‌دارید میارید میبرید اون سم، مردم رو صدا میکنید. همین الان من نظارت میکنم تقسیم بشه بده من. همه رو برده بیا. این مقدار گوشتی که پایین کشف شد، خب آقایون طبق این فاکتور مدعی این هستن که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری برای آقایون نگه داشتیم و فاکتور کردیم. حالا متوجه نمیشم دیگه بقیه‌اشو. همچین چیزی معمول هستش؟ والا اصلا کلا توضیحاتشون قانع کننده نیست. گوشت تنظیم بازار مال مردمه دیگه. به هر صورت یه جامعه هدفی داره، یه بازار هدفی داره. این گوشت تنظیم بازار مال اقشار کم درآمد و ضعیف است. خدمتتون عرض کنم بس از بازرسی گروهی که اینجا انجام شد به وسیله تحضیرات حکومتی، نماینده خود جهاد کشاورزی، وزارت سمت و سازمان تحضیرات حکومتی، دوستان عزیز دادستانی هم تشریف داشتند و نیروی انتظامی، متوجه شدیم که اینجا آمار گوشتی ندارن و گفتن که توزیع ما تمام شده. وقتی ما به انبار رجوع کردیم دیدیم که یه مقدار زیادی اونجا گوشت انبار شده و بدون اینکه بخوان به کسی توزیع بکنن. خب ما برای چند روزشون رو در نظر گرفتیم و در حال حاضر 500 میلیون ریال تقریبا برای ایشون جریمه در نظر گرفتیم که با مسئولیتی که دوستان عزیز در تحضیرات حکومتی دارن بین 8 تا 10 برابر هم قابل افزایشه. من دستور میدم اینجا، شما تصمیم نمیگیرید. نه به این متوجه نشدی عرض کردم داستان منطقه. آقای من هستم اونجا. گذاشتش. توضیح نیستم.
من فهمیدم که اصلا داستان خب بازداشت صحبت نکنید من تصمیم میگیرم بازداشتی صحبت نکنید من تصمیم میگیرم من کارم خواهشیه من مقام قضاییه کارم خواهشی نیست که مصادیق با این کاری که شما دارید می‌کنید بعدم راحت یعنی اصلا حداقل یه تنبهی براش حاصل میشه آقا اینو نمی‌خواستم دادستان الان تخلف این واحد چی بوده توضیح می‌فرمایید؟ الان میگه تقریبا حدود نمیدونم داره وزن میکنه ظاهرا یک مقداری گوشت پیدا شده اینها مربوط به تنظیم بازاره اینها باید بین مردم توزیع میشه استدلال این آقای اینه که اینا رو من برای منزل خودم برداشتم که اصلا قابل قبول نیست حالا میگیریم از این عکس اقلش هم میدونه که آقا من اشتباه کردم واقعا هست اینجا خب امروز همونطوری که مشاهده فرمودید ما از 2 مرکز بازدید داشتیم. عمده بازدید ما متمرکز بر گوشت بوده. متاسفانه هر دوی این مرکز کم و بیش مشکلات داشتن. مشکلات عمده اینها عدم نظارت بود و از این عدم نظارت توزیع ناصحیح هم مشاهده شد. اما اون چیزی که واقعا تأسف بیشتری رو در این زمینه ما باید اعلام بکنیم یکی از این مراکز خودش متولی این امر بود که اصلا حقیقتا قابل پذیرش نبود و این نشون میده که ما در نظارت بسیار ضعیف هستیم و همین عدم نظارت اسباب توزیع ناصحیح و غیر عادلانه رو سبب شده و تا حدودی مردم رو در رنج و مشقت قرار داده. شما اگر بخواید یه برآوردی از مقدار گوشتی که در روز در واقع عرضه نمیشه با این مشاهدات میدانی که داشتید اگه بخواید یه برآوردی بکنید چطور برآوردی کنید؟ ببینید با توجه به بازدیدی که ما امروز داشتیم همینطور 2 روز گذشته هم بازدیدی که داشتیم میزانی که به اصطلاح مورد اختفا قرار گرفته و کشف شده من فکر میکنم حدود 250 مرکز در روز دارن گوشتای ستاد تنظیم بازار رو عرضه میکنن و اگر قرار باشه که هر کدوم از اینها این میزان اختفا و عدم توزیع رو داشته باشن یک حجم بسیار قابل توجهی رو در بر میگیره که حقیقتا نظارت بیشتری رو میطلبه. کم بوده گوشت نداریم. به نظر من پیروزم اعلام کردم اصلا ما چیزی به نام کمبود نداریم، واقعا عدم نظارت رو داریم و عدم توزیع صحیح. ائتلافی بین دادستانی و تعزیرات به وجود اومده. من میخوام بدونم که الان دادستانی در کنار تعزیرات قرار گرفته شما رو در انجام وظیفه قضاییتون و برخورد با تخلفات تعزیراتی چقدر کمک میکنه و چقدر موثر هستش شما؟ اتفاقا سوال خیلی خوبی کردین. من واقعا دنبال یه فرصتی بودم که حداقل از طریق رسانه اعلام بکنم. باید تشکر بکنیم از دادستانی محترم. خب ببینید هر جایی که دستگاه‌های اجرایی نزدیک به هم بشن، اجرایی، نظارتی و حاکمیتی نزدیک هم باشن، شما شک نکنید که نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. واقعا من مترصد موضوعی بودم که حداقل اعلام بکنم. ضمن اینکه جناب آقای ذبیح‌زاده اینجا تشریف دارن خودشون، من واقعا صمیمانه تشکر میکنم از ایشون. اگر این کار ادامه پیدا بکنه شما شک نکنید بحث روانیش در جامعه، رسانه هم این اقدام رو داشته باشه و این نزدیکی رو اعلام بکنه، حداقلش اینه که از نظر روانی شما شک نکنید که تخلفات کاهش پیدا خواهد کرد.